سه وکیل حزب دموکرات در سنات آمریکا گفتند برای تصویب توافق اتمی ایران با قدرت‌های جهانی رأی می‌دهند که حزب جمهوری‌خواه در آمریکا با آن سرسختانه مخالفت دارد. این زمان باب منندز، یکی از اعضای سرشناس حزب دموکرات آمریکا، گفت که ماه آینده، ماه سپتامبر، مخالف تصویب توافقنامه اتمی رأی می‌دهد که این توافقنامه ماه ایولی همین سال در شهر وین به دست آمد. بر اساس این سازش، ایران باید فعالیت‌های اتمی خود را محدود کند و در عوض قدرت‌های جهانی تحریمات نفسگیر کننده بین المللی علیه ایران را از بین بردارند. اما جمهوری خواهان در آمریکا میگویند این توافقنامه مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی نمی شود و برای تصویب نشدن این سند ترغیبات گسترده را در آمریکا براه انداختند. برای صحبت در این باره همکارم از رادیوی فردا هنو کاویانی را به استودیو دعوت کردم که این موضوع را پیگیری کرد. سلام هنو و به استودیو خوش آمدی. و طوری به نظر می رسد نبردی تبلیغاتی بزرگی در آمریکا برای انداخته شده است بین مخالفان و طرفداران توافق اتمی. این زمان وزن در کدام طرف بیشتر است؟ هنوز نمیشه به صورت مشخص گفت که وزن کدام طرف بیشتر هست. به هر حال از یک طرف موافقان توافق جامع خیلی تمرکز کردن بر حرکت‌های مثل حرکت‌های مرتبط با جامعه مدنی، تجمعاتی. مثلا هفته گذشته داشتیم روز شنبه که تجمعاتی در شهرهای بیشماری در آمریکا بود، ایرانی‌هایی که تجمع کرده بودند، یا مثلا نامه‌ای که حدود بیش از 300 خاخام یهودی نوشته بودند به قانونگذاران کنگره که توافق رو تایید بکنن. از سوی دیگه خب به هر حال میدونیم که سرمایه گذاری زیادی شده، پول زیادی هم خرج میشه برای اینکه مخالفت ها رو پررنگتر جلوه بدن و مخالفت بکنن با توافق جامع و قانونگذاران رو ترغیب بکنن که مخالفت بکنن. در نتیجه در هر دو کمپ میشه گفت که تلاش ها خیلی سرسختانه داره ادامه پیدا میکنه و باید دید که تا روز 17 سپتامبر که روز رأی دادن هست به این توافق جامع در کنگره چه اتفاقی خواهد افتاد. و هنوز مقررات تصویب توافقنامه در کنگره آمریکا چگونه است و اگر کنگره سازش را نپذیرد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چی کار میکنه؟ حال کنگره فرصت داره. ابتدا 30 روز فرصت داشت، اما به دلیل اینکه توافق کمی دیرتر به دست اومد، حال 60 روز فرصت داره تا روز 17 سپتامبر که این توافق رو بررسی بکنه. اگر نظر موافق داشت کنگره آمریکا که نظر موافقش رو اعلام میکنه، اگر مخالفت بکنه رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما تا این لحظه تهدید کرده که وتو خواهد کرد نظر کنگره رو، نظر مخالف کنگره رو، و قانونگذاران اون وقت احتیاج به 2/3 رأی دارن تا بتونن وتوی رئیس جمهور رو بازگردونن که تا این لحظه حداقل در یکی دو روز گذشته خصوصا صحبت‌هایی که مطرح میشه این هست که به نظر میاد دولت نسبت به کنگره وضعیت بهتری رو داره. تا کنون 23 سناتور دموکرات همراهیشون رو اعلام کردن با باراک اوباما. احتیاج به حدود 31 قانونگذار داره برای اینکه وقتی که وتو میکنه بتونه وتوش رو پایدار نگه داره. یکی دو روز اخیر به نظر میاد که وزنه یک کم به سمت دولت سنگین تر شده. دولت احتمالاً وتو رو پیروز خواهد شد، اما در رأی اولیه به نظر میاد که کنگره با توافق جامع موافقت نخواهد کرد. و در ایران راجع به این کشمکش‌های سیاسی درباره سازش هسته‌ای چی میگویند یا فقط مشاهده میکنند؟ مسلماً تاثیرگذار اون اتفاقی که در واشنگتن میفته در تهران، به دلیل اینکه حال قانونگذاران ایرانی خصوصا اونهایی که منتقد دولت حسن روحانی هستند فکر میکنند که اونها فرصت رو از دست دادن و باید اونها هم مهر تاییدی بزنن بر پای این توافق جامع، در صورتی که دولت معتقده که این پیمان بین المللی نیست و رئیس جمهور قرار نیست که اون رو امضا بکنه. ما میدونیم که توافق جامع هیچ امضایی نداره و ضمانت اجراش
یک قطعنامه است که در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده و چون توافق جامع امضا نداره، دولت میگه که احتیاجی به تایید مجلس هم نداره و نهادی که باید بررسی بکنه نهادی است با نام شورای عالی امنیت ملی. اما همین امروز که ما صحبت میکنیم در مجلس شورای اسلامی ایران کمیسیونی هم برای بررسی، کمیسیون 15 نفره‌ای تشکیل شده، اما هنوز مشخص نیست که در ایران در نهایت آیا این توافق جامع باید تایید بشه یا همین که دولت موفق شده که توافق جامع رو به دست بیاره کافی است و حال باید برای اجراش اقدام بکنه. تشکر. هنو همکارم از رادیوی فردا هنو کاویانی با ما صحبت میکرد. تشکر هنو.